چیکار کردن؟ نمیدونم روزه و سینه زنی و طرف مدعی میگفت امشب میخوام یه روزه براتون بخونم، هیچ جا نیومده. خب مرد هیچ جا نیومده، برای چی خود حرف درست میکنه میخونی؟ برای سینه زنیامون، برای غم زنی، برای نمیدونم تعزیه‌مون، برای فلان، هم خرافات وارد میکنن دیگه. همه داش میگفتن حسین دیگه گفت یا زینب گذر نزن فقط بگو حسین. معرفت 2 ساعت میشینه گریه میکنه، بعد میره بیرون چی میگه؟ پدر سوخته این مدعا عجب صدایی داشت. ایناست. الان که دیگه تو تهران پارسال محرم رفته بود مدار رفته بود رو سن درست کرده بود، این منور سن 2 تا پروژکتور گذاشته بودن، رقص نور داشت. این وقت میگه حسین این نورش کم شد. حسین همه عالم داشت میگه حسین. یه جایی برای مدار صحبت گفتم خدا وکیلی برای بچه‌ها، گفتم خدا وکیلی تو بابات بمیره میگی بابا اینجوری میگی. حسین موزه چه جوری سن انگار چیزه ورزش مردم، آهنگ ورزش مردم. گفتم به جای داشتم صحبت می‌کردم 15 سال پیش ترانه هم می‌خوندن محتوا داشت. من می‌خونم بقیه شما بخونید تو مکه عشق یا من بخونید. آفرین همینا. این همش مکه و منا و قبله و عشق پاک و لیلی و مجنون. و الان به ایرانسل یکی زنگ بزن رفتی و قلبم بی تو پر درده، گفتی اون درد بگیره. 15 سال پیش اون بوده، الان این شده. 15 سال پیش مدعی میکردن مدینه شهر پیغمبر، مدعی اینا بود. الان بار مدعی بود شده توی حرم تو خودم رو بالاتر زد. وای مدعی بود من خوندم، ما باور کن سینه زنی میکردم باهاش. چی شده؟ مزاج آدمو عوض شد. حتی تو گناه کردن به طرف الان بگی برو مثلا داریوش ابی و فلان میگم باره با چرت و پرت. الان ساسیمان کرد گروه 24 یا کولاک میکنن فلان، اینا دنبال این چیزاست. اینا قلب‌ها مریض میشه. مواظب باشید. عبادت و نماز. خب هر کی خسته شده صلوات بفرسته. ببخشید خسته‌تون گریم، خسته نشده ها صلوات بفرستن. خستگی نداره، حرف حرف خنده‌دار میزنه شما هم میخندید. بعد امروز میخونه شروع میکنه یک شاید دوباره برنامه‌ریزی کرد تو. خب چی گفت؟ نمیدونم چی گفت ولی خیلی قشنگ صحبت کرد. تو گوش الحمدلله یه دونش در یه دونش دروازه. خدا همین مریضا شفا بده. خدا توفیق بده حرف حاجی‌ها تو کلمو فرو بده. تا آخر عمرمون تو سن تکلیف بمونیم. به اندازه حسین فهمیده بفهمیم. ما بفهمیم محرم کیه نامحرم کیه. اینا که سر خیابونه نسبتی به ما ندارن. باز به چش برادر خواهری به هیچ کی نگاه نکنیم. خدا ما بفهمیم ماجرا چی داره میگه. جو خودش بفهمه چی داره.